درود به شما بینندگان عزیز. در استودیو برنامه نوبت احساس، افکار و رفتار. چون همیشگی من هستم در خدمت شما مریم دولت و همکار گرامی من محمود کبیر. امروز یک صحبت داریم از عالم معنوی، از عالم فلسفی و از عالم روانشناسی. انسان کیست؟ یا انسان چیست؟ وقتی که ما خشتن شناسی میگیم چی رو در نظر داریم و این خشتن شناسی برای چه لازم است؟ انسان در کدام حالت رشد میکند و در کدام حالت رشد او به مانع ها بر میخورد. امروز موضوع صحبت ما کار در بالای خود است. این چیست؟ حالا کوشش میکنیم که این معما رو برای شما باز کنیم و معین کنیم که انسان چه ها را میتواند خودش برای خودش بنیاد کند، خودش برای خودش تحفه کند و خودش از محصول این فعالیت خودش سعادتمند باشد. درست است. بسیار وظیفه سنگین است. بعضی ها با اون درجه موفق میشوند در کار با خود که به ولایت میرسند، به ولایت شعوری که آنها را ولی میگویند، اولیاء میگویند. ولی در حقیقت وقتی که انسان بالای خود کار میکند بسیار چیزها را به دست میارد. و البته آیتی هست در قرآن که میگوید که ما انسان را در مقام عالی ولی در زینه پست قرار داده ایم. از این بر میباید که وظیفه انسان این انها به هم مقام عالی رسیدن است، چون که در خود جوهری دارد و این جوهرها 7 هستند. در خود جسم دارد، در خود احساس دارد، در خود عقل دارد، در خود روان دارد، قلب دارد، در خود شخصیت دارد، در خود 4 عنصر آتش، هوا و آب و خاک را دارد و در خود یک برنامه که با نام روح که ما تاجیکان آن را جان میگوییم دارد که این برنامه سازی است که در یک اتم های درون DNK برنامه های ساخته شدند که مانندی که ما یک ثبت میکنیم در یک دیسک نواری را و همینطور در اتم ها و شاید در خردتر ذره‌چه های دیگر این برنامه ها ثبت شدند. برای همین کار با خود البته هنوز در بطن مادر بودن سر می شود که ما می دونیم که اول جسم انسان انکشاف می یابد و برای جسم غذا لازم است و برای جسم تربیه کار لازم است، ورزش لازم است، نگاه و بین لازم است، تازگی لازم است، برای جسم لباس لازم است، برای جسم گویم که بسانیتر گویم که یک همسر یا که یک گویم که کسی که همراه او زندگی میکند لازم است. عموما طلبات های جسمی معلومند و در ما خیلی در این سمت پیشروی هم هست، چون که ما نگاه میکنیم در دعای ما مثلا هست که میگویند رزق فراوان و سری و پوری و دنجی و امانی ولی ما میخواهیم که در همین نیستیم، چون که به دست آوردن امنیت اوضاع‌قواری، تنج بودن و صنعت داشتن و صنعتی که وقتی انسان ها رو خوش میکند و علم آموختن و عقل رو مثلا انکشاف دادن که ما حالا در این زینه قرار داریم بسنده نیست. باز زینه های دیگری هستند که کار کرد، کار با آنها سبب آن می شود که انسان می تواند که به مقصدها و مرام و هم زینه عالی خود برسد. واقعا درست است. عصر ما این امکانات ها رو بیشتر کرد. عصرهای گذشته با وجود آنکه چیزهای خوب خودشان رو داشتن ولی انسان همیشه در تلاش رزق بود و این تلاش دائمی رزق به انسان نه همیشه امکان میداد که با خودشناسی مشغول باشد. زیرا تو جسم رو تامین نکنید روان نمیتواند آسوده با کار مشغول شود. البته هستن نابغه ها که میتوانستند با برده نان قناعت کنند و از پای دانش الهی باشند یا از پای دانش های زمینی باشند، ولی این گونه آدمان یگان بودند. ولی عصر 21 عصر است که باید همه ما با این چیز مشغول باشیم. مثلا زمانی بود که در عصرهای قدیم انسان ها به قشرها جدا می شدند. مثلا قشر روحانی ها مشغول بودن با دعا، یعنی عالم الهی رو بین انسان و عالم الهی یک فضایی را به وجود می آوردن، یعنی به جای همه انسان های دیگر آنها دعا می کردن و آدمان وقتی بیمار می شدن یک حالت های دیگر گرفتار می شد می رفتن از این
اولیاء بزرگ میگفتن که در حق ما دعا کنید که این بلایی که مثلا بالای شهر ما اومد، بالای کشور ما اومد یا بالای خانه ما اومد این از بین رود و اون دعاها درگیر هم بودن. اون وقت میتونیم بگیم یک نمود تقسیمات مهنت بود. یک گروه آدمان امکانیت داشتن با این چیز مشغول شدن، امکانیت روانی در نظر دارم. و مثلا اگر به خاطر بیاریم همین علم تصوف که در بین ملت فارس تاجیک خیلی مقام بزرگ دارد و صوفیای بزرگ هم اونجا بودن. ما اگر هنوزم از آثار آنها وقتی که ورق میزنیم یک مصرع از حافظ میخونیم، از مولوی بزرگ میخونیم و با عالم آنها یک دریچه عالم آنها نزدیک میشیم، یک چیز میبینیم اونجا و این دریچه ما رو به عالم الهی خیلی نزدیک میکند، ما رو خودشناس میکند. ولی امروز تنها با امید آن که یک نفر دیگر برای ما دعا میکند شدن نمیشود، زیرا زمان دیگر شده است. ما علاقه امکانه خودمون رو شناختن داریم، خودمون میتوانیم روح خودمون رو پاک کنیم. و چگونه؟ اصول ها خیلی زیاد هستند و علم پسیکولوژی یکی از این هایی است که در همین مسئله خیلی سهم بزرگ گذاشته است. علم پسیکولوژی عملی، روانشناسی عملی که امروز خیلی واقعا رشد کرده است، هم در عالم غرب هم در عالم شرق نشانه هاش و اشاره هاش اونجا هست. در این سمت واقعا ما نمیتونیم بگیم که آدمان رو اولیا میکند، ولی آدمان رو خیلی خوشتن شناس کردنش آسان‌تر میشه. مثلا وقتی که در موضوع بیماری ما صحبت کرده بودیم گفته بودیم که سبب‌های دارد. وقتی که انسان به علم روانشناسی تکیه میکند یا با روانشناسی خوب مصلحت میگیرد یا خودش با این علم رو میآموزد، این سبب‌ها رو پیدا میکند. سبب‌هایی رو که خودش بنیاد کرده است، سبب‌های خودش ایجاد کرده است، امکان داده است. مثلا رنجش ها، قهر و غضب. وقتی که انسان خودش رو میشناسد میداند که قهر و غضب بیماری ها رو با وجود میآورند که یکی از نشانه هاش سوختن است. مثلا سر معده میسوزد، بیماری گستریت، ترشی معده زیاد شده است، ولی سببش انمو غضب فرو رفته است. غضبی که ظاهر نشد، غضبی که انسان با خودش اجازت نداد. ولی غضب چی است؟ شخص خشتن شناس میداند که غضب این لکامتیو زندگی انسان است. غضب آدم رو به پیش تلا میکند. یعنی ما باید از غضب استفاده کرده توانیم. یا خود مثلا اندوه، حزن چیست؟ حزن استراحت است. وقتی آدم محزون می شود یک لحظه نمیخواد کاری کند، ولی همون حالت از اگر آدم خشتن شناس نباشد یک نفر دیگر میگه میشینی بیکار همینجا خودت در دریا غم پرتفته، بیا از پای کار زندگی شو. با انسان امکان دادن لازم است که همون در همون حزن خودش تا آخر رود. یعنی یک لحظه از عالم سیر حرکتی که در اونجا خسته شده است در همون عالم حزن خودش دم بگیرد، ولی عادت نکند. ولی وقتی که عادت وقت کی سر میزند؟ وقتی که این با اون مانند است که انسان یک غذا رو برای پیشکش میکنید ولی تا آخر تا سیر شدنش نخورده است، قناعتمند نشده است و همیشه خوشش کشال است. ولی وقتی که همون تا حد آخر حزن، تا حد آخر غضب خودش میشناسد از درون و شرط نیست در حالت غضب شما دنیا رو چپه کنید، ولی به خودتان امکان بدهید که این غضب رو طرز استفاده درستش رو پیدا کنید، اون رو به عمل تبدیل بدهید. وقتی که در حالت حزن هستید، شما با حزن خودتون اندرمان هستید، بگذار نیم ساعت، بگذار یک روز، بگذار 3 روز، تو 3 روز شما حق دارید که محزون باشید. میتونید یک ساحل یک دریا روید، اونجا نشینید و حرکت دریا نگارید، ببینید که دنیا چه خیلی گذران است. حزن کی سر میزند؟ ما از یک عزیزمون جدا شدیم، یک نفر وفات کرد. این عالم است، این زندگی است و همین حزن رو تا آخر بردن لازم است. گریه کردن میخواد، گریه کنید و اینجا مرد و زن اهمیت ندارد، زیرا قدرت‌های اشک‌آور برای مرد و زن برابر هدیه شده است. گریستن میخواد، گریه کنید، برید در یک جای تنهایی فریاد بزنید و گریه کنید. یعنی همون احساساتی که به ما داده شده است آن هم طرف مثبت دارد هم طرف منفی دارد، ولی معمولا ما به احساسات همون طرف مثبتش رو دیدن نمیتوانیم و اینها کمک میکنن که ما خودمون رو بشناسیم. علم روانشناسی امروزه محض با احساسات کار میکنند، زیرا وقتی ما درباره افکار میگیم، افکار رو تا اندازه تنظیم کردن ممکن است احساسات تنظیم نشونده است. ما وقتی که میخوایم که آن رو تنظیم کنیم، ما آن رو تنظیم نمیکنیم، ما آن رو سرکوب میکنیم، ما با اون راه برآمد نمیدهیم و اگر با احساس منفی باشد و در داخل انسان زهر است و این زهر است که قدم به قدم اول روان انسان رو بیمار میکند،
و جسم انسان رو بیمار میکند و بعدا هم روان هم جسم به همین حالت خو میکنند، عادت میکنند و از اون برآمدن نمیخوان و نام این میشود روح افتادگی مزمن. دپرسیا یا روح افتادگی مزمن واقعا درد خیلی وزنین است، ولی امروز معلوم است که اون خیلی زیاد شده است و وقتی که مثلا به نظر من آدمان میبینن سر یگان چی صحبت میکنن، حتی اگر مزاج هم نباشد، در یک صحبت عمومی من نشانه های اون رو میبینم. این آدم شاید 10 سال باز در همین حالت قرار دارد و اگر در وقت حالت ضروری سر وقت گریه میکرد، سر وقت خرش رو میبرود، این حالت روی نمیداد و این به عادت تبدیل مییابد و او همه احساسات دیگر رو هم خیلی سرکوب کردن میگیره. تبسم میکنند ولی در تبسمش روشنایی نیست، میخندد ولی صداش نمیخندد، چشماش همون محزون هستند. این حالت پیش از بیماری است که قدم من بعدیش میتواند خیلی بیماری وزنین باشد، از جمله ورم سرطان باشد. حالا معلوم است که این بیماری سرطان خیلی زیاد است و علم پسیکولوژی سبب‌های اون رو خیلی روشن کرده است. رنجش هایی که ما اونها رو سرکوب کردیم، با کسی گفتن نخواستیم، نتوانستیم، جرأت نکردیم، به خودمون حق ندادیم که برنجیم. زودرنجی البته کار خوب نیست. این نشانه اون است که انسان هنوز به کمال نرسیده است، ولی وقتی که احساس رنجش اومد شما با او صحبت کنید. اگر معمولا آدم‌ها نزدیکمون میرنجیم. خودشناسی چی است؟ اول خودت رو بشناس، پس اطرافیان رو میشناسی. اگر من از یک آدم عزیز خودم رنجیدم، من باید به خودم سوال بدهم چرا من رنجیدم؟ چرا از این حالتی که من باید حلاوت میبردم از صحبتی با دخترم، با پسرم، با دوستم، با برادرم، به جای حلاوت رنجش به وجود آمد؟ سبب رنجش در کجاست؟ اگر که به این سوال ما جواب گرفتیم، ما خودمون رو شناختیم، ما خودمون رو از بیماری رنجیدن رها کردیم، با دیگر بعد نمیرنجیم. ولی اگر که ما به این سوال خل ندادیم، تمام عالم رو گناهکار کردیم، اون رنجش ها زیاد شدن میگیرد. امروز از دخترتون میرنجید، فردا از همسرتون میرنجید، فردا از همسایتون میرنجید، از یک همکار دیگرتون میرنجید و شما همچون آدم زودرنج در اطراف دیگر مناسبت بنیاد کردن نمیتوانید. و این خود رنجش نشانه اون است که آدم به کمال نرسیده است، خودشناس نشده است. وقتی که شما درون خودتون این حالت حس میکنید، سوال رو درست دادن رو آدم ها باید یاد بگیرن و علم روانشناسی یکی از اصول کارش همین سوال دادن است. در حقیقت ما یک سیستم خوب کارکرد کرده ایم که نفیزیات به مردم میرساند و این شکرانه میکنیم که در زمان استقلالیت هستیم و این همه دستاوردها برای پیشرفت خلق و ملت هستند و باید اولین چیزی که سر می شود این البته از مقصد باشد. هر یک انسان باید مقصدهای خود را داشته باشد و از خردی تلقین کرده شود که باید جسم خودت نگاه داری، آن را نگاه و بین کنی، آن را ورزش دهی، آن را تعلیم دهی، کسب آموزانی، بخشیدن توانی، محبت داشته باشی، همدردی داشته باشی و احساسات شادی و احساسات محبت و همدلی و همفکری داشته باشی و البته فکر خود رو تربیت کردن که غنی گرداندن اون از اطلاعات ها است که تخمین مثلا به حساب میانه گیریم 11-12 سال یک خود انسان در آموزش چیز اگر مکتب میانه باشد و پسانتر یگان دانشکده باشد و عموما انسان دائم علم میآموزد، یا را از تلویزیون میگیرد یا از اینترنت میگیرد یا از گازت میگیرد یا از کتاب میگیرد یا از کسی را گوش میکند و البته در مسئله روان آداب داشتن است و در مسئله اجتماعیات کسب داشتن و به جمعیت منفعت آوردن و از آن البته منفعت های خود رو هم گرفتن. در مسئله طبیعت این البته معتدل نگاه داشتن آتش، هوا، آب و خاک است و مقصد دیگر البته این روح خود بیدار کردن است با نور تازه کیهان. و نگفتن امانت که وقتی که انسان مقصد گذاشت میگذارین مقصد یادی باشد، حتی که برای خردان مقصد میگذارد، یعنی یک هدفی میگذارد که یک ولسیپید داشته باشد، کامپیوتر داشته باشد، چون که روش های دیگر مثلا خواندن و بسیار چیزهای دیگر خود به خود میروند، اینها زندگی طلبه هستند، اینها یک چیزی هستند که با آنها زندگی میکنند. ولی وقتی
талаба ёки масалан ҷавон ёки ҳатто миёнасол як мақсадеро мемонад, он вақт ба он мақсад рафтан бояд вақтеро таъин кунад ва роҳ коркарди онро бинад. масалан вақте ки талаба медонад ки агар баҳои аъло хонад, ба хона баҳои аъло барад, падараш ба ӯ тӯҳфае медиҳад, ҳамун тӯҳфае ки мехоҳад. ёки аз мактаб, аз тарафи мактаб он масалан қадрдонӣ карда мешавад. умуман ҳамин чизҳоро агар ки бидонад, он вақт метавонад ба сӯи ҳадафҳои худ биравад ва корҳоро иҷро кунад. ин ки ҳадаф чизи бисёр муҳим аст. ва чизи дигаре ки мо бояд сар кунем ин масъалаи кор бо худ, албатта ин гузоштани вақт аст. инсон бояд вақт гузорад барое ки ба ҳадафаш расидан, вақт гузорад ва нисбати ӯ кор кунад. мо медонем ки бисёр вақт мардуми зиёде вақташонро беҳуда мегзаронанд ва вақт умр аст. ва вақте ки вақтро самаранок истифода бурданд, он вақт мешавад ки дар охири ҳаёт бисёр мақсадҳои худро мерасанд. ва албатта дар баробари вақт ин масъулият гирифтан аст. масъулият гирифтан аст, масъулияте ки инсон барои чи ҳамун корро мекунад. масъулият нисбат ба падару модараш гирад, нисбат ба наздикон, нисбат ба фарзанд, нисбат ба ватанаш, нисбат ба касбаш, нисбат ба он касоне ки дӯст медорад. яъне ки ин масъулият аст ки дар ҳолати он корро кардан онҳо роҳат мебинанд. ако тасаввур кунед ки инсонҳо масъулияти якдигарро бигиранд, писар ба падару, падар ба писару, масалан шавҳар ба масалан гӯем зану, зан нисбат ба шавҳар масъулиятҳо бигиранд ба дӯш. ана ҳамун вақте ки вақти худашонро фикр мекунанд, ҳамин эгоизму худпарастист. вақте ки масъулият мегиранд барои якдигар, ки мо барои шумову шумо барои мо ки мекунед, он вақт ин як ҷамоае сохта мешавад ки инсон албатта мафҳуми иҷтимоӣ ҳаст ва иҷтимоият дар ҳамин ҳолат сохта мешавад ки масъулияти якдигарро ба дӯш гирад. ва дар ин ҳолат метавонанд албатта зиндагӣ маънии дигар пайдо кунад ва инсонҳо самтҳои рафиқи худро дошта бошанд. ва чаҳорум албатта ин навиштан аст. одам бояд як нақшаи худро дошта бошад. нақшаи рӯзона ки дар рӯзона бартарияту афзалият доштани баъзе масъалаҳоро дар худ бигирад ки инҳо афзалиятноканд ва он вақт корҳои он қадар муҳимро камтар диққат медиҳад ва корҳои муҳимро диққат медиҳад. ва нақшаи рӯзонаву ҳафтаву нақшаи моҳонаву нақшаи солонаву баъзе инсонҳо то охири ҳаёташон нақша доранд ва ҳатто ки дар ҳаёти дигар ҳам нақша доранд. ва албатта инсонҳо бидонанд ки бо ин корҳои худ, бо он амалҳои онҳо мекунанд, одамонро даъват мекунанд. даъват ба тарзи ҳаёти солим. тасаввур кунед ки кӣ намехоҳад ки фарзандаш мақсаднок бошад, вақташа дуруст истифода барад, уҳдадор бошад, масъулиятшинос бошад ва болои худ кор кунад. тасаввур кунед ки ин ҳоло имкон аст ва ба чунин рафтор инсонҳо даъват мекунанд. яъне ки чунин рафтор, ҳатто ҳамин рафтор даъватест ки инсонҳоро ба чунин тарзи ҳаёт даъват мекунад. ва тасаввур кунед ки инсон агар кори худро муаррифӣ карда тавонад, боз корҳо аст ва боз муаррифӣ кардани тарзи ҳаёти худ. ва дар баробари ин инсон маслиҳатчӣ бошад. чизи дигаре ки барои инсон лозим аст, албатта маслиҳат пурсидан аст аз касоне ки таҷриба доранд, аз касоне ки дар он самт пешрафта ҳастанд. ва тасаввур кунед ки дар тамоми ҷо маслиҳат бошад, муноқиша, конфликт аз байн меравад. ва албатта дигар ин монанди худ сохтани шахсони дигар, яъне ки нухсабардорӣ кардани худ аст. ин як корҳое мешавад ки дар баробари ин ки ҷамъият аз чунин шахсоне мешавад ки онҳо ҳадафноканд, ростгӯ ҳастанд, росткор ҳастанд, вақти худро дуруст истифода мебаранд, корҳое мекунанд ки дар он манфиати ҳам худашон ҳам ҷамъият аст ва ҳам метавонанд ки пул кор кунанд ва зиндагии худро бисозанд ва хонаву дар бикунанд, ватани худро обод кунанд ва дар арсаи ҷаҳонӣ маънавиёти ҷаҳонро пур кунанд ки ин зинаи миллати мост. واقعا چنین است در جامعه در اون شکل شما گفتید خودشناسی یا کار بالای خود در اون شکل صورت میگیرد. ولی من میخواستم به عمق مثلا نظر کنم، وقتی در ضمیر یک انسان چی روی میتید که انسان چی چیزها رو باید بشناسد. علم روانشناسی امروزه یک نظریه است که در ضمیر یک انسان 3 شخص است. یک نفر در داخل ما که صدا میکند، هر زمان ما رو تنقید میکند، این صدای پدر و مادر ماست. از کودکی آنها ما رو تنبیه میدادند، راهنمایی میکردند، کار درست و نادرست ما رو معین میکردند. یک نفر دیگر در داخل ما این کودک است
این هم دوره کودکی خود ماست، کودک درونی ماست که همیشه میرنجد، همیشه میترسد، همیشه بی‌جرأت است. و شخص سومی که در داخل ماست این سه کنجه رو با هم پیوست میکند و باید سردور سه کنجه باشد. این شخص به کمال رسیده است. اگر شما همیشه کسی رو تنقید میکنید به خاطر در خاطر نگاه دارید، این شما نیستید. این هم تنقید ها پدر و مادرتون است. شما فرزنداتون رو تنقید میکنید، خودتون رو تنقید میکنید، خودتون همیشه عیب میمونید. من بی‌هنر، من ناتوان، من فلان، چون گفته خدا. ما وقتی که انسان خودش رو گناهکار میکند، این صدای پدر و مادرش است. این صدا رو خاموش باید کرد. زیرا این صدا وقتی لازم بود که ما کودک بودیم، وقتی که ما ناتوان بودیم، وقتی ما بی تجربه بودیم و پدر و مادر با تنبیهشون ما رو حمایت کردن میخواست. وقتی که ما میرنجیم، یک از اگر از بینی بالا گپ زد، ما سخت رنجیدیم. این همون کودک است که میرنجد. این صدا رو هم باید خاموش کرد. اون رو تا آخر گوش کردن لازم است و گفتن لازم است. و شخص سیوم، شخصی که قرار قبول میکند، این همون شخصی به کمال رسیده است. همیشه در ضمیر ما، در ضمیر هر یک انسان این سه صدا همیشه هست. یک نفر میرنجد، یک نفر تنقید میکنه. یک نفر میگه که اینا من رنجاندن، دومش میگه که من خودم احمق بودم. این دو صدا ما رو به مقصد نمیرسونند. این دو بخش شخصیت ما اون بخشایی هستند که وقتی که انسان به کمال میرسد، دیگر این صداها رو به نظر اعتبار نمیگیرد هنگام قرار قبول کردن. اون با اون کودک هر چیزی که کودک میخواهد میگه چی میخوای، با او صحبت میکند. شخص خودشناس در این صحبت‌های داخلی خودش همیشه فعال است. میگه چی میخوای، چرا رنجیدی؟ و به خاطر میاد زمانی که من نمیدونم شاید برای یخماس نخریده بودن و میرود این شخص کلان سال 50 ساله است، میرود برای کودک درونی خودش یخماس میخرد و او آرام میشه. این صدا خاموش میشه. وقتی که صدای پدر و مادرش بلند است، تنبیه میکنن فلان چنان، هر زمان خودش گناهکار میکنه، به خاطر میاد میگه که پدر و مادر من کلان شدم، شما آرام باشید. من کوشش میکنم که اون چیزی که شما من گفته در یادم برد است. من پیشوا نمیخورم، من دیگر نمیافتم، من دیگر اشتباه نمیکنم، من شخصی به کمال رسیدم. این بخش صداها هم آرام میشن. و صدای سوم اون شخصی است که شخصی به کمال رسیده قرار قبول میکنه، مسئولیت رو به ذمه میگیره. مسئولیت رو همین شخصی سوم به ذمه میگیره. مستقلیت مالکیت همین انسان است. و نرنجیدن و قرار قبول کردن و پیش رفتن ها تنها در حالت میشه که ما قسمت سوم خودمون رو، صدای سوم خودمون رو بشناسیم. از این بین صداهای خرج و مرج دومی که در معینه ما هست، صدای در کار رو جدا کرده توانیم. و کار با خود واقعا سمت‌های خیلی زیاد دارد. البته همه اینها رو به تنهایی کرده نمیتوانیم. خوب می شود که ما روانشناس خوبی در برمون داشته باشیم، یک نفری که از این عالم با خبر است در صحبت ما باشد. و امروز خوش خبر چیز دیگر است. مثلا روانشناس میتونه در محل شما نباشد، در گذر شما نباشد، در کارخانه شما نباشد، ولی در داخل اینترنت روانشناسان خیلی زیاد هستند. شما میتونید توسط اسکایپ با اونها صحبت کنید و حق کارشون رو میتونید توسط پشت روان کنید. میتونید شما روانشناس اگر که زبان انگلیسی دونید از یک کشور انگلیسی دون انتخاب کنید، جستجو کنید، گوگل زنید و پیدا میکنید. میتونید با یک نفر صحبت کنید که با زبان روسی با شما حرف میزند. در روسیه خیلی زیاد هستند. و اگر شما میخواهید که با همزمان خودتون صحبت کنید، خیلی روانشناسان ایرانی زیاد هستند که در کشورهای دیگر هم هستند که با زبان فارسی حرف میزنند. با اونها صحبت میکنید. اینها رو پیدا کردن در عصر تکنولوژی 21 چندان کار مشکل نیست. و چیز دیگر راه دیگرش هم این است که شما میتونید اثرهای روانشناسان خوب پیدا کنید. اونجا سوال و جواب ها هستند، اونجا مسئلات بسیار خوب هستند. و اکثر ما وقتی که اثرهای بدیهی استفاده کردن نمیتوانیم و اثرهای روانشناسان خوب و اثر بدیهی بسیار مانندن، اون تجربه خودشون رو نقل میکنن. هر چقدر روانشناس تجربه زیادتر داشته باشد، هر چقدر او با مزاجان زیادتر کار کرده باشد، همون قدر قلمش شیفته تر است. اینها اثرهای نظریوی نیستند، اینها اثرهای صرف علمی نیستند. این روانشناسی عملی است که ما میتونیم از اونها استفاده بریم و خودمون رو در بعضی مهارت ها بشناسم. خیلی سنجش ها، تست های زیادی هستند که در اینترنت هستند، در ادبیات هستند. میتونیم توسط اونها خودمون رو بسنجیم که در کدام حالت قرار داریم. همین حال و قرار رو که قبول کرد؟ اون پدر و مادری که همیشه برای شما میلرزد، تشویش میکشد، اون کودکی که همیشه میرنجد، و یا شخص مسئول.
شخصی به کمال رسیده. این تست ها به ما کمک میکنن که خودمون رو جدا کنیم از این حالت ها و قرار درست قبول کنیم. همچون شخص مستقل، همچون شخص مسئولیت شناس، مسئولیت رو به ذمه بگیریم و بگویم من زندگیم رو خودم میسازم، من به کمال رسیدم، من کلان شدم. هنگامی که ما خردسال هستیم، مثلا دخترچه 3 ساله یا 5 ساله اگر شما تو خردکک هستی گوید دیگر میرنجد. زیرا اگر از خودش خردتر خواهرک دخترک داشته باشد میگه که اونها خرد هستن، من کلان هستم. ولی متاسفانه وقتی آدم‌ها به کمال میرسن، من کلان هستم رو گفتم دیگر جرئت نمیکنن. زیرا مسئولیت است. مسئولیت برای خود و برای اطرافیان. شخصی که بالای خود کار میکند از مسئولیت نمیترسد و واقعا مسئولیت کیفیت خوبی دارد. شما خودتان قرار قبول میکنید. شما با امید دیگران نمیشوید. و شخصی که از روی مسئولیت کار میکند همیشه قامت بالا دارد. ستونموره همیشه برای برداشتن اون مسئولیت ها آماده است. و چیز دیگر است که آدمان، شما گفتید که ارزش های دویم درجه جای ارزش های یکم درجه رو میگیرن. این کدام حالت است؟ وقتی که آدمان از مسئولیت خودشان میگریزند و میروند پای اجرای کارهای دیگران. مثلا یک بانوی خانه‌دار در خانه خودش یک کار دارد، ولی همسایه‌اش دوگانه‌اش تلفن میکند میگه که در خانه من معرکه است. این بانو شاید در خانه من نمیدونم بیمار دارد، شاید من شوهرش از کار میاد، شاید با فرزندش درس کردن لازم است، ولی در خانه همسایه معرکه است، اینجا رفته چخ چخ کردن لازم. البته احترام همسایه‌داری هست، رفتن نیم ساعت چتا اومدن ممکن، ولی بعضی حالات‌ها میشود که میروند و دیر هم میکنن، آمدن نمیتونن. وقتی میپرسید میگن که نمیشد خسته اومده، در واقع نه خجالت میکشن. چی واقع رو میگه؟ در دلش تشویش است که در خونم کودکم است، خوشتامنم است، مثلا شوهرم اومدنش لازم بود، ولی از طرف دیگه خسته آمدن نمیتونن، زیرا از روی صاحب خانه گذشته نمیتونن. یعنی ارزش صاحب خانه رو از ارزش خودشون بالاتر میگذارن و در نتیجه در درونشون اختلاف پیدا میشه. در این حالت اما کودک قرار قبول میکنند، جرئت نمیکنند در صاحب خانه که همسایه عزیز من هم نیم ساعت وقت داشتم با شما بودم، تشکر از صحبتتون، من باید از پای کار خودم روم. میگه تو خودم هیچ کس نخواست، من بخواستم معرکه بیرون میشد. و این دیگر مشکل خود صاحب معرکه است. شما وقتی که میرفتید باید وقتتون معین میکردید که 2 ساعت اونجا میشینم، 1 ساعت اونجا میشینم و برابر در اومدن میگفتید به صاحب خانه که من در خانه مشکلی دارم، کاری دارم. و این حالت با مردان هم میشود، با همه ما روی میتید، در حالتی که ما ارزش خودمون رو زیر پا میکنیم و ارزش دویم درجه و دهم درجه کدام دیگر رو بالای سر میکنیم و زیرا قرار قبول کننده شخصی به کمال رسیدن نبود، قرار رو یا کودک قبول کرد یا اون پدر و مادری که همیشه تنبیه میکرد. چنین است. البته ما در این مسئله باز میتونیم یادآور شویم که در حقیقت فقط کار بالای خود میتواند که انسان را به کمال برساند. و وقتی که این موضوع که برداشته شد این موضوع رو با چشم کم نبینن، چون که ما اگر چشم اندازیم به خلقهای جهان ما میبینیم که هر یک خلق در یک زینه قرار دارد. مثلا در مملکت‌های که پریبالتیکا پرتافتن دانه گوگیر در کوچه سبب اون میشد که آمده مثلا جریمه میکردن، یا اینکه یک کودک خرد می آمد و که از این کاری کرده یک تنبیه، یک سخن ناخوب میگفت یا که میفرمود که آن را بردارند. مثلا در کوچه پرتافتن مثلا چیزها، کاغذهای استفاده برده شده یا چیزهای استفاده برده شده در خارجه جریمه کلان گرفته می شود. یعنی که من چی گفتنیم به این چیز که وقتی که نظارت سخت‌تر می شود این سبب آن می شود که مجبوراً مردم تربیه می گیرند. ولی این از بین می رود اگر انسان ها با عقل خودشان به این بیایند و این رو در هر یک خانه تربیه و کار با خود یکی از چیزهای مهمی حیات بگیرند. مثلا انسان اگر زندگی کند مانند رستنی خورد و خوراکش باشد و مکانش باشد و ولی زندگی و معنی نداشته باشد، البته این حیات مانند رستنی است. اگر انسان باز احساسات ها داشته باشد و ببین که یک جماعه خودش داشته باشد و ولی باز نداند و از علم بی‌درک باشد، این حیاتی گوییم که مانند حیات حیوانات است.
و حیاتی هست که مانند آدمی هست البته و عقل و بسیار چیزها، ولی باز حیاتی بالاتر از این حیات انسانی است. انسان یعنی که کسی که انصاف دارد، کسی که دلسوز است به دیگر. و از این بالاتر البته ما میدونیم این حیات جماعه هست، حیات ما به شکل جمع که انسان ها میدونن که جمعی آدمان این یک جمعیت است و جمعیت البته سرشت است که در شکل دولت ظهور دارد. و البته باز بالاتر این البته یعنی که این کیهان است که انسان جزوی از کیهان است و خیلی میگن که انسان از عالم ملکوت است. در باطن انسان یک فرشته است، یک ملائکه است که وظیفه اون بیدار کردن آن است. وظیفه انسان آن را رشد دادن و صفتهای عالی انسانی را در خود تجسم کردن است که مردم ما این چیز داشتند و بود از در ادبیات ما و حالا هم این انعنه در ما رفته ایستاده است و خیلی مردم خوشبختند که چنین یک سیستم خوبی کار با خود دارند که به زینه معنویات میبرد. واقعا مردم ما ملت تاجیک زمینه های خیلی زیادی فرهنگی دارد و ما باید آنها را برای خودمون کشف کنیم. وقتی که ما امروز به روانشناسی غرب تکیه میکنیم این معنی اون ندارد که ما نداریم و این معنی دارد که بسیار چیزهایی است که در فرهنگ بومی ما هست و آنها را ما باید کشف کنیم. وقتی که من مثلا ورق میزنم ادبیات روانشناسی غربی رو که خیلی در مسئله روانشناسی عملی پیش رفتن، باز هم برمیخوریم در بعضی موردها به اندیشه های گذشتگان ما و حافظ و مولوی و حدیث های پیغمبرانمون که واقعا در حکمت درمانی این چیزها خیلی زیاد استفاده میشه. اندیشه های تکرار میشن یا همون اندیشه ها میآیند. خیام بسیار مثلا اقتباس کرده می شود در حکمت درمانی. یعنی ما داریم چیزی که در زمینمون هست و یگانه وظیفه که امروز ما در پیش ما است خشتن شناسی رو بشناسیم که خشتن شناسی چیست و قدر خودمون و قدر اون نیروی که خداوند به ما داده است و اون باید صرف زندگی خوشبختانه ما شود به قدر اون برسیم و نشانه های اون که ما به کمال نرسیدیم خیلی روشن است. اگر در زندگیتون موفق نیستید، اگر در زندگیتون در دلتون روشنایی کم است، پس دانید که همون بین اون 3 نفری که من در اول نوبر کردم آنجا بحث ها رفته ایستادن و شخصی که قرار قبول میکند نه اون شخصی است که به کمال رسیده است. وقتی که در این 3 گونه شخصی به کمال رسیده قرار قبول میکند همیشه در آن صحبت در آن محفل صلح برقرار میشد و آدم حس خوشبختی، حس آسوده خاطری، حس قناعتمندی را دارد. چنین بود برنامه امروزه ما در اطراف موضوع خویشتن شناسی یا کار بالای خود. همیشه با خود باشید، دست پای خویشتن شناسی باشید، زیرا این یگانه راهی است که ما را به عالم خوشبختی میبرد. سعادتمند و موفق باشید تا صحبت آینده.